سلام، امیدواریم که خوب باشین. بازم خوش آمدین در یک ویدیو جدید از چینل ناز میدیا. عزیزان، امروز باز هم در برنامه خوب مهمان داریم تمنجو. عزیزان، این برنامه خیلی متفاوت است تا که میخوایم که صبر و تحمل تمنجو رو در این ویدیو بلده شما نشان بدیم. میخوایم پرینک کنم، کامره مخفی. دیگه چند روزه که واقعا میخواستی که ویدیو بگیری، هیچ فرصت مهیا نمیشد. بیچاره آماده میشد که با ویدیو بگیری. یک اتفاقا مفتید که نمیتونستی که بشی ویدیو بگیری بلده یوتیوب چینل از من. دیگه امروز موفقانه دیگه اردیم فرصت پیدا شده بلده اردی از ما که بشی ویدیو جور کنی. دیگه دوستا بوری میخوایم که خوب اذیت کنم تمنجو را در وقتی که ویدیو ثبت مثلا کار کنم که روی مخش باشم. یعنی در وقتایی که ویدیو خوب زیاد پر میشه و میخوایم دوباره از اول شروع کنم یا زان نمیتونم در اینجا بلده شما تشریح بدیم که چی رقم تمنجو رو پرینگ کنم، چی رقم کامره مخفی سر شمارم. با این که بوری که تمنجو منتظر است که ویدیو رو شروع کنی. از امیال بلده شما میگم که ویدیو هیچ گونه ادیت نمیشه، از امر رقم که شروع میشه تا آخر را که تمنجو چیز خیلی میگه و چی ریاکشن نشان میده. دیگه و بسای که مو در بین از خود مو چیز گپا میزنی چی گپایی نمیزنی. حتما ویدیو رو زمین لایک کن. بین که بوری که برنامه خیلی جالب. امیدوارم که تمنجو از این کاری خفه نشنه. بخیسه خالایتون بارش نچ قسم نورمنده ام گاینه یا حالا نشت دیگه صبر که من برم زو بشم اینا مثل برنامه دیگه لیناش ما وقت بعد معلوم شدم والله بخمر تو سین این نشیک مردم های تک رقم کومنت دیدت که ايه راست تیپس تو هم برنامه آره دم نه نمیخوام صبر ما تایید کلاه خبری استولی بپوشم. خواست صبر ما برم کلاه استولی بپوشم. زود شو خوک بسای بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 رقمی میشنوی؟ اوکی بیا خیره. از ما چادر رنگی من القمی این القمی دره دیگه نداره ساده؟ باش بود ای او داخلی کالای تو سفیده او چی رقم اینزی رقم نداره؟ بلا چا بلا چا بلا چا 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 ای دیونش ده ننگ 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 به دختر که ایران آنیکا بازم به دیونش ده اینم دوستای خوبه این رنج خوبش نیه اینیش که سفیده از من این القمی کلایم این القمی تو سفید نبره نه مگیم یک دانه داشتم گم شد اینی خوب شیه علمی مویا ما قد نمسرش علمی مویا آفرین نه اینی خوبه قد کنم سرش اینی رقم آفرین آردیم یک رقم معلوم بشه خیلی خوبه کم نزدیک بیرو جانت جوره بوگی چیز کاش ده مرغی تا میتاری ما دیو نیم تو گویی رقم دیونه نمش تو گو کارش ده که رقم دیونش ده بوگی الان دوام واین اینجا خیره خیره تو بکنه که مفهمک تو مریض دیگه خاصه ای تو کدام خوب گوشواره داره سکو گوشواره تو صبر کمام گوشواره بشه امیر بابشون آره نه کنده چی رنگی است تو از ما بلو اسمانی سفید هم زمینشی نه بلویه خیره تو هر رنگ که داره امیر بابشون خیلی خوب چی بوده گوالی و سرخه خیرو نمیشه اره اونم خوبه آینی رنگ بسه نه خوبه دیگه مردگی دیگه نیش کنه دوست ماست که ما خیلی کار دارم نه 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 ده نه بگی نه کارش ده کارش ده بگی تمنجا بگی ما نمگی
کارش میگیم کار فایز زنگ زده یک برنامه یک جای بگیری یک دونه پاکستان زنگ زده یک دونه برنامه یک جای بگیری یک دونه دیگه استرالیا زنگ زده یک برنامه یک جای کل چه میگم روز کل بخش دیگه رو اشتم گفتم هر چی برنامه میگیرین باید بگیرید چیز ناق توی تو سخاوت من ناق سخاوت من نمیشه بگی چیز کار شده زب بگم تو ناقی قص خوب ما میگیم روز فایز هر چی که برنامه ما میگیری توی قص خوب آدم میشه بگی چیز کار شده ای راست ما چیز کار شده اگه کار شده بگی ای کالا است تو چیز رقمه تو باش چک دفعه پایشه ما بیا کوتاه قشنگه کد که در بده تو نه همزین چی خریدم آلی اینجا نفراست سودامونه 6 جور خریدم 6 جوره خرابات که دی سر خود دیگه نه دیگهش رقمه دیگهش نشو بدی دو دامینه شال سرخ شال دو دامینه شال سرخ شال شیل اینی نوگله یک دنیش فیس خریدم پندنش خودم خریدم برنامه از چی قرار رستیم تو هر سوال تو از ما برنامه میگیری دیگه تو هر سوال داری از ما سوال کن امور نمیشه تو چیز جور کنی ای باش من موزیک هم دارم پاک کنم نخی بات تداری تو ناکد نخی ما سکتش شم نخی بات تداری تو را تو اولاده خارق دیما نتنیستم آرام کنم میرامن داره ای چیز که داره تو با خدا گناه چیز کار شده تو ناک تو چیز نی دخترم به شکل دستر تو مگزی پیش توجه ایترم ای چیز که داره ای خدای محتوا رو نیکام دیونه اشتم چیز کار کنم ای بگی خیلی توجه تو جونگی نکو قدر دیونگی نکو شنیدی چیز گفت تو جونگی نکو این رقص سعی کنم رقص نبخشی آبی تو و بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 ای تو چیز که داره اول نه که تا برنامه شروع چیز نگه اول بگی چیز که داره این ما خدایی دیرگاه روز یک میتونیم نکنه تو نکنه که ولده تو پیشنهاد ازدواج داده کی؟ بگو کس فایز ازدواج آدم خوشحال نه به نظر تو تبایی زندگیه نه بابا ازدواج خیلی خوشحال نه چیز کار شده میلیونر شدی خوسته خود نه ایست کار شده چه قراره اگه سوال موال جور کدی ای ما را بخی نگران کده تو چند وقت ناجور بودی حتما گولی خوردی گولی سر تاثیر کرده خبری ما دیش از فیس پرسان کو یک بجه شب شد ما هنگش شب دان در چی خو دبله بیت کو رقص میکردم کامراز این جشن میزین رقص میکردم ویدیوش برسد نو پیدا گردم ما از قما گفت فایل چورتی ای تو اندونزیا دیونک ده از دیست رفتی بسش اره ما خلاص ما دیگه بدر نمیخوام خوب نشد آفرین ها اینر کندم ای خدا جان آیفون واری آیفون هم که کاور داشتش نموتو میشه اینا جور تا سر کو از مگه تو شفافتر ای خدا ما بخیر بیپرست که در تو مرا کتم یاد خب او از خاطر موضوع بوده خب سلام کنیم ریکارد گرفتی سلام ریکارد اردو صدا را که یک جای ضبط کنی و نوره سلام کنیم خب سلام ما کنیم ما اول بگیم تو سلام کنیم از قسمی که در اول برنامه گفتیم یک دو سکشن از خب از قسمی که در اول برنامه بلدشم گفتم که مهمان امروز از مو تمن آقای هسته بفرمایید اینم تمن نازنین های ما سلام علیکم وقتیم بخیر امیدوارم که کلگیشیم خوب و خوش و صحتمند باشین دیگه مو رو بشمونین از یوتیوبی ناز آقای و تشکر که وقتی اشتی دعوت کردی مهمان نوازی کردی چایم نوردی خوشحالم که برنامه هستم جگر تشکر سلامت باشی خوشم ده صفا برده وقت داشتیم علی گفتم که دوباره قطع اگان ویدیو بگیرم چیزایی که بلده دوستان نگفته از امیر خوش دارم که از چینل یوتیوب از ما بلده دوستا شریک کنی
اوکی اشکالی نداره، هیچ گپ نیست. گرچه تر یک چیزی هیچ نیسته که ما از هموطنا پود کده شما، ولی از ما کل چیزی میتره خبری، کل چیزی میده پیش دوستای، ولی هر سوالی که داره ما در خدمتیم، هر چی که در ذهن هست ما در خدمتیم، هیچ گپ نیست. خب سیم در برنامه نمیگی که چرا تو دل تو خوش امروز؟ ما همیشه همین رقمی خبری. ما همیشه همین رقمی. ما یکان زمان مودیم، خب بعضی موقع دیق میشم، خصوصا شوا خیلی دیق میشم، ولی در حقیقت دیگه زمان ما از قدیم میرقمی. ما هنگ میلم بلده خود پیشیخ بغل در رقص نم، ویدیو میگرم، تیک تاک میگرم، در خانه زنگ میزنم، دکترانی بیرار که میگیم کلگیش بالشین زوستو اینا ریزه ریزه قدر رونیکاز نه اونا از اونجا بالا، ما از اینجا آهنگ میلیم کلگی مرقص در ایمون استاد من میتتر بشه خبری. اوه ای تو در گردون تو تلایا امیالی گردن بند داره تو؟ نه یک گونه چقای درم. باش من برم در گردون کنم. جان خرمار خرم نمیان. 8 سال مار سازمان منتظر چند 3-4-5 روز شده که تو ساعت خدمتی هم میبیش تیلا گردون معلومه. و تیلار کی وشونه؟ نه اونجا قبلی یه چیز گفتد قدر تو خوب شدت مار بجرگه گفتد ما نمیخوایم که این دفعه از تو کم باید. خب ادامه گفته فایت. از اول سلام میدی خب؟ اوکی سینگه. خب چرا سکم سینی؟ چرا؟ زمان رو گرفته دیزه خندیدم. باشه امیر خب باز کش کنیم که خب سیم معلوم میشنه. قپانه بیخی معلوم میشه؟ اره از دور معلوم میشه تلایه. نه از تو خیلی خوبش معلوم شد، نه مازمان باید معلوم شد. چقدر از ما معلوم نمیشون سعی کنیم تو چقدر معلوم میشه. من جل کرد ما کم گردون از تو پور از ما خواهی نگه بینیم داره که تمنجوی چی این نداره. ناز در برنامه دیگه خیلی گنجم هم دادم باور کن نمیخوایم خلاصه خود قدرم دادی دیگه خودم تو اینه ما از خاطر میگیم ما در هر برنامه یکان زمان مود ندارم خواهم آقا نه دیگه زمان همیشه آرایش نم گوشواره گوشنم گردن من کل چیز کل چیز خاطرم مونه. خب سلام علیکم. از قسمی که در اول برنامه گفتم که مهمان داره، مهمان امروز از ما تمنجو است، بلدشیم یک سلام کنه و بعد کلام رو شروع. نازنینای من سلام علیکم، وقتتون بخیر از امیدوارم که کلگیشیم خوش باشین. کسایی که ما را از دریچه یوتیوبی ناز آقای بشمونه کلگیشیم امیدتر خوشحال باشین، آرامیش داشته باشین، انشالله زندگیشیم خوب باشد. ناز آقای تشکر که وقت اشتی دعوت کردی این قصه مونیم دیگه. هر سوالی باشه، پیشنهادی، انتقادی، دعوت، دشنامی هر چی که داریم ما در خدمت میمونیم. خب چطور هستی دیگه؟ چی گپا چی خبرهای طرفایشیم؟ علی خوبیم شکر. خوبیم خدا را شکر، میگذره زندگی دیگه، شام میشه روز میشه. خوش دادی خنده ها کدام رازی نهفته است؟ دیگه تو دعوت کردی ما هم دوم چینل است توی می کلان برکت دیگه می زندگی نفس میکشیم، نان آوا چای دوستای کامنت های خوبه، یک دونه لایک هم زیادی دوستا میزنه دیگه می خود خوشحالی دیگه. تو میگی چیز دلیل باشد. بس خدای خوشحالیم خبری. هر چیز زیادتر فشار میره ما خوشحالتر میشم. ما برعکس دیگه آدماییم. خدا را شکر. دیگه قصه کن از وقتی فیض رفته چی تغییرات به زندگیت هم داده و اینجی در کجا زندگی مونی دیگه هم اتاقی داری نداری؟ علی از وقتی که فیض رفته خیلی زندگی ما خوبه، آرام شدم، خیلی زندگی ما کل چیز عالیه. دیونش دینیم باور کن. ولی شوخی کردم. نه انا ما در امو جای قبلی زندگی نم که قدی فیض بودیم، البته او خانه کنه نه در یک آپارتمانه دیگه. چی تغییرات هم ده چند روزی اول خیلی دیق بودم، خیلی مار استرس گرفت، حتی دکتر روانشناس رفتم چون که کلی دوست و قوم قبیله و فامیل کلگی فیض هم اینجا بود دیگه نه. بعد از یک فیض رفت یک چند مدت واقعا دیق شدم واقعا، چون که یک
کلان امیدی احساس میکردم دور شده دیگه این رقمی. ولی باز دکتر ملاقات کردم. ما همیشه شاید دوستا بفهمه که ما یک دفعه همیشه روانشناس مرم با دکتر گپ میزنم و خود چک منم و اینا دیگه آرام شدم دیگه. خدا را شکر حال زندگی خوبه، هم متاقی ندارم، یک پیشک دارم تانا دیگه هیچ چیز ندارم دیگه. می دار ندارم پیشک فعلا. خب سیده بودم ما تا کم دادم تو در جاکارتا بودی نه؟ آل کجا زندگی نی؟ امینج تنگرنگ امینجی دیدم نمیشه دیگه شهر برم بچه مار چیز کده از بس که دیر شده اینج مندم میخوایم کوچ کنم برم جاکارتا یا بوگور یا یگان جای دیگه ولی امینج عادت کردم به تنگرنگ دیگه امینج هستم. امون رفیق تو زیاد نام بلدم سخته زیاد کوچ کشی بلدم سخته. امون رفیق تو نامش نمیگرم که مور میموگ داد. امون دیگم دوی یا نه؟ چیل دقیقه دوری همون نزدیک خانه قبلی کی کار از جور نشه شور نخورده کار مارشی؟ نه با خدا نه متاسفانه از آردیم یک رقم از آردیم در حد آردیم در یک هفته رفتیم اینطوری دیدیم. یک جایم دین نه؟ نه بابا او 2 سال از من پیشترم ده. سوری یک دفعه شور دادم ببخشید. الهی تمام من تو محیط قدر خوب شما معلوم میشه. خوب نشد؟ خوب شد از قدم خوب شید. نه بخاطر که تو نوربان معلوم میشه نمیخوایم که چطوره؟ خوب شد خودی هم قواره رو میکاش دی امیاد؟ خودی خود چی باز برنامه صحیح بود؟ صحیح. خب الهی خود قبط قشت از یک دو سه دوار میزنی ای مقبول شدم؟ زیاد بازم من نمیخوایم که مردم ها بگه که تمنجو خوب شد تو پیشش گیاتم خب یا ایلک گمش کرد ادامه ویدیو. اوکی. یک دو سه اکشن. خب گفتی از اون کار شور نخورده نه؟ نه به خدا نه. دیگه چیه پا؟ خیراتی دیگه. قصه سمسه که تمام دا ویدیو است چی قصه دی سمسه قصه دیگه. ما خیلی میگیم ما میخوان از تو سوال جور کردی اگر ما از سوال کنم ما بعد معلوم میشم خبر تو سوال کو. ما چه سوال کنم تو دیست از این برنامه نیا لیلا خانه با قرآن نه. وای ودی نه تو میذاری تو باید از ما سوال کنی. هر چی سوال منی تو سوال کو. ما که سوال کنیم بعد معلوم میشه. خب یا سوال بیتی سر از نو امی اسکرین شات بخی قط کن سر از نو. از نو بزن. ایده چند. خب زیدو مزوال خون. سلام علیکم سر از نو خب. خاصی. چارجم کمه این دفعه سریوس دیگه خب. خاصیم. ده چارج بیشی خب. ما استرس میگیره. نه دوری. یک دو سکشن از قسمی که اول برنامه گفتم که امروز مهمان داری مهمان از ما تمن آقای است از اندونزیا. ویدیوی قبلی را امیدوارم که سر کردین. گفتم باز هم یک ویدیو جور کنی چرا که شما زیاد چیز میگه توخ کردین مورا حمایت کردین خوش داشتین. گفتم گپای ناگفته از مورد این ویدیو بعدش قد شما ادامه بدین. تمن سلام کنم بر دوستان. هموطنای نازنین سلام علیکم وقتتون بخیر. امیدوارم که کلگیشم خوب باشین خوش باشین صحتمند باشین دیگه زندگیشیم اما طبق دیلشیم پیش بره. تشکر از ناز آقایی که دعوت کرد و هستیم در خدمت دیگه جانی. خب تمام طرفایش میشه گپای چی خبرهای جدید خیراتی سلامتی هستیم در خانه شام میشه روز میشه شام میشه روز میشه زندگی نمیره کم ادامه داره. خدا رو شکر که خوبی دیگه. من خواستم که چند سوال از تو کنم که از این پیش مثلا در یوتیوب نگفتی اونا رو نه مثلا از جمله ای که تو در یوتیوب رو شروع کردیم مثل ما سیخ گفتم به یوتیوب مثلا ولی دوستا گفتم که چی کار شد که من آمدم در یوتیوب چینل روی آوردم تو تو انگیزه گرفتی تو تصمیم گرفتی که در سوشال میدیا بایی و چند سالت تو در سوشال میدیایی زبان چرخ نمخرسه جانی اگر راست رو پرسان کنی یگان کس هست سوشال میدیا خوش نداره نه ولی یگان کس هست از یه وقتی که یعنی دنیا مجازی بور شده دیگه ما نه که خوش داشتم بودم ولی بودم دیگه چیز طبیعی بوده. اولا میگه که ما
حتی وقتایی که هنوز رواج نبود که دختر و عکسای خود میشتک در فیسبوک زیاد بود، نه دختر و عکسای خود میشتک اینا امزو زمانا ما در فیسبوک چیزا فعالیت داشتم، 2-3 هزار فالوور داشتم. اولی که ما بخی از ریزگی از وقتایی که تلفن بلوتوثی رواج بود و ما خیلی ریزه بودم و هنوز سوشال میدیا را نمیفهمیدم و روی آبرو نمیفهمیدم، امزو زمانا ما عکسایم شیر شدت. خب خیلی ریزه بودم و متاسفانه او زمان بلوتوث رواج بود که بلوتوث میکردک. امیتر از در بین فامیلیا مثلا ایدازوی کل دنیا را، نه که کل دنیا یعنی کل قوم و قبیله مرا یک دونه عکسم شیر شده که کالای استیل بریده در جانی بود و او زمانی بدنامی بود، آبرویم رفته، نام فامیل را بد کردم و بسیار اتفاق بد در خانه از ما افتاد که عکس از ما شیر شده. ولی وقتی که کمک کچا شدم دیگه کم کم عادی شد. خیلی عادی نبود ولی کم کم عادی شد دیگه. تازه عکسای خود پروفایل خو میشتیم دیگه. ما موقع عکسای خود پروفایل خو میشتم، بعد در فیسبوک فعالیت میکردم، بعضی ویدیوها در فیسبوک جور میکردم تا اینکه تیک تاک آمد و از 2018 فکر کنم تیک تاک استفاده میکردم تا 2020 را 21 را. بعد که لاله شناخته شدم دیگه و گفت که بیا یوتیوب دیم و خیلی هم خوب کار شد آمدیم در یوتیوب دیگه. اینا 3 سال 4 سال شده فکر کنم که همین یوتیوب دیگه ما کم گرفتم این میره گرب کده. خب پیش از یوتیوب مثلا درآمد داشتی نداشتی؟ درآمد قدر نداشتم متاسفانه. خیلی زحمت میکشیدم، واقعا قلبا زحمت میکشیدم ولی درآمد نداشتم. اما قدر درآمد داشتم چون که در سلمانی ما اصلی مسلک از ما یوتیوب نیست، ما اصلی مسلک از ما کار از ما بعض چیزای دیگه و او زمانایی که در سلمانی کار میکردم، خیاطی کار میکردم، متاسفانه اما قدر پول در میوردم که فقط نان میخوردم. یعنی بعض مواقع ما حتی برق هم پرداخت نمیتونستیم، بسیار بگم سخت بود اینجا چون که ما فامیلی سپورترم نداشتم و کسرم نداشتم و خیلی موقع از دوستای خو از قوما مثلا اصلا شناختی فیسبوک مثلا که در خارج بوده اونها یگان دفعه زنگ میزدم که بخشیم پول لیکن چون که ما واقعا وضعیت اقتصادیم خراب بود یا آقیل والا مثلا کاکای و مامای و خوارزده و بوله، البته خودی فامیلیم اصلا کمک نکرده و نمونن ولی همین قومای دور دور دیگه یگان دفعه کمک میکرد ولی در پولی سلمانی نمیتونستم پولی برق و آب کل چیز رو در بیارم. ولی خدا را شکر از وقتی که در یوتیوب آمدم دیگه اینالی خیلی شرایط خوب دارم و خیلی راضیم، خیلی همون قدر که زحمت میکشم و واقعا همون قدر که هموطنا ما را دوست داره سپورت مونه و ما همون قدر هم زندگی خود جور کردم دیگه. خلاصه نه که کل چیز سر پول، نه پول نه، اول میگه که ما مدیون محبتی کل هموطنا هستیم چون که ما را دوست داره، کامنت مثبت میده و ما را دلداری میده و ما این تنهایی اندونزی نه 8 سال انتظار دور از خانواده با محبتای هموطنات واقعا. ولی در کناری از این درآمدی که از یوتیوب دارم دیگه خدا را شکر بسیار زندگیم خوبه، خودم خوشحالیم، فامیلم خوشحاله و زندگیم خوبه دیگه. خود من گفتی که چه تغییرات آمد بعد از اینکه مثلا تو وارد یوتیوب شدی از نظر روحی، روانی، اقتصادی، زندگی؟ این گپ را شاید که ما میگیم فقط یوتیوبرها بفهمه ولی بقیه هموطنا هم شاید درک کنن. بعد از اینکه در یوتیوب آمدم اولا می که از لحاظ اقتصادی خوب بسیار تغییرات آمد، خدا را شکر خوب کار منم دیگه، درآمد خوبه خدا را شکر، ناراضی نیستم چون که توقعی مقدر بال نیست دیگه مثل دیگر آوری نه، خیلی خوب زندگی دارم، آرام، کل چیز عالیه. ولی از لحاظ صبرم خیلی زیاد شد جانی، صبرم خیلی زیاد شد چون که قبلا خیلی واکنش نشان میدادم در دو دشنام و خوار مادر و اینا فک فامیلم را خیلی دو میزدن ولی خیلی واکنش نشان میدادم. بعد از اینکه در یوتیوب آمدم دیگه چیزی طبیعی شد، عادی شد بلدیم چون که او قدر دو خوردم که اینالی در امو دورم دیدید مو همیشه در ویدیوهای خمور اگر دو هم میزنین مورد انگلیسی دو دین که حداقل یک دو کرانچ بخش از ما باید چی فارسی دو میزنن و درآمدید نداره نه. یعنی خیلی صبرم بال رفت باورت میشه کل یوتیوبرای درک مونه دیگه کورشونم خوار و مادر و فک و فامیل مینا خو بخیر برباد دی خو اصلا نگی تو. البته این عزیزایی که انرژی مثبت میده یا خود قلب از مجای دره اینا خو جگرای ما باشه، اما بعضیایش هم کم کم که در دامو مونه دیگه ما قربان شونم در انگلیسی در دامو خین که یک فایده دی شهر در فارسی درآمد نداره او چیز کنم ما بیزخ در
این دیگه حقیقت داره نه امی پوینت ولی از من هم رسیده. بعضی وقتا آفرین. دیگه فلانی میگه فلانی پشت گپ زده، فلانی گفت ناز کالایش کوتا و این ناز چرا اینه تر که در ناز اینه تر که در بخید دیل ده فلانی فلانی مجلس اینه رقم گفت نه وقتا ما بتحملش ولی از خیلی گرو بود، ما مستقیم حمله میکردم در بلش که تو چون تو پشت از ما گپ زدی. ولی ما خود از وقت که در یوتیوب هم دم چیز رامی ویدیوی خانه میلیونی خیلی وایرال شد نه خیلی زیاد مردم سعی کردن. بعد از او یک نفر بلده از من گفت که تو رو پشت دستون چند نفر ویدیو جور کرده از جمله آقای سروری گفته ویدیو بلده از من که دیگه که فلانی بلده است ویدیو شد گفتم مثلا مهم بودم اگر وہ ناز سابق مون بود خیلی مثلا من ریاکشن بعد نشان میدادم در مقابل از عمل خیلی نگران میشدم خیلی اصلا خراب میشد. ولی از وقت دیگه یوتیوب هم باز ما مون رفیق می ویدیو در من رای کرد و بعد از من زنگ زد گفت فلانی و فلانی در تیک تاک بلد ویدیو جوړ کړ فلانی در یوتیوب فلانی در پشت اینتر گفت ما گفتم بعد از من مهم نیست روز که ما وارد یوتیوب شدم ما همه چیز قبول کردم ما همه چیز قبول کردم در صد رقم دومی زده کومنت امو قدر که مثلا آدم علاقمند داره اون قدر مخالف هم داره آدم نه کسایی هست که در قرن بغض زندگی نه اصلا مثلا دخترون خوره خاتونون خوره اجازه از این نمیده که تاس خانه باشنه وی که ما میده یوتیوب گویدی بلده زو یک وحشتناک چیزه نه البته اون قدر آدم هم میده نه وقتی خاتون اجازه از این نمیده که تو دان درگیر گروه بروش. ما کسایی را میشناسیم در استرالیا و جای زندگی خاتون چه اینه تر نمیتونه که از دوری گروه بروشنه. باز اون تو آدم ها دیگه موستر پوش کنه اف کورس که بلدش یک وحشت هم میگه که نه ما صد رقم دو بدشنام کو میدی نه باز ما میگیم که قدری که ما در خودمون حق نمیدیم که مثلا یک نفری که در سوشال میدیا نیسته ما در خود حق نمیدیم که بگیم بیا در سوشال میدیا هر کسی انتخاب شه هر کسی حق انتخاب داره. ما میگیم کاش که همونا میقدر درک کنه که وقتی ما فامیل اجازه نمیدیم یا فامیل از ما سوشال میدیا رفتن نمیتونه چون ما اجازه نمیدیم خو اینا آزادن دیگه رفتن یک چیزی عادیه. اون مو رقم که یک انجینیر کار نه یک دکتر کار نه یک معلم کار نه یک یوتیوبر هم داره زحمت میکشه که کارش سخت‌تر از خیلی وظیفه های دیگه است. دقیقاً دیگه باز مو در یوتیوب کدام کاری نه که مثلا غیر شرعی باشه نه که مجاز نباشه در دین اسمونه در فرهنگ اسمونه مو یک چیز نرمال مو چیزی که شما در خانه خونید امو چیز مو در میل یوتیوب مونی و در شما میلی استاد شما تر شما را میخوان اون چیزی که شما در خانه اخت مفت مونین ما در یوتیوب در پول مونین. آفرین. شما مثلا کالای شال مبشین آرایش مونین در مفت ما کالای شال مبشین در آرایش مونین در پول. آفرین. مو مثلا کسایی که یوتیوبره کسایی که یوتیوبره اینا کل چیزاشی استوری سوری علی یک دفعه یعنی وسایل را کیت مونه برج ببخشین اوکی ادامه بدید دیگه. بخیم گفت میاد رفته ما میخوایم تو این چقدر چقدر درس کنیم ناز ما رو خسته کردی برم لطفاً نه پلیز بچه تست زیاد خوب معلوم میشی پلیز کات نخره خبری بلام تو طبیعی برنامه باید کات نخره دیگه نکو این رقم پورتا کش خوب شی به خدا خوب شی هاش میدون نو ایو قدر خوب معلوم میشی ما میخوایم استلم خوب شی معلوم شنو همه قم تشاده همه تفهم این رقم پورتا که این رقم کنم خوب معلوم نمیشه انت کنم دستو چه ترى خود تو همی تو که دیگه نه اینه گردن بند معلوم میشه ناشتی روک نوبه نفر دارید یعنی خو گفتی چادرم سینه یک دو سه اکشن خب یک دو سه اکشن خب تمام گفتی که یوتیوب رو شروع کردی از طرف فامیل تو واکنش چی بود چی گفت اگر دست تو آیا از اجازه گرفتی نگرفتی چی رقم شد نشد یا عالی کدام ممانعت ایجاد نبودشه جانی فامیلی اونا را که ما قبول دارم اونا همیشه ما را تشویق کنه همیشه فقط میگه که امو کار که تو خوش داره مثلا روز اول که فیس پیشنهاد داد که بیا در یوتیوب کار کنیم بعد ما فکر کردم گفتم که در یوتیوب خیلی مردم داو میزنه گفتم باز فامیلم شاید ناراحت شونه نه که فامیلم واقعا ناراحت میشه در کار از من خیلی احترام داره کل چی ولی گفتم که یک اجازه بگیرم بعد زنگ زدم در
آبیم را که خدا بیامرزه خود درک از یوتیوب نداشت، نمیفهمید یوتیوب چیز کلنه. ولی بیرار که مفهمید. بعد زنگ زدم در بیرار خود فایده ما منجی بود. گفتم لالای میخوایم یک موضوع برای یک موضوع گپ دهیم. گفتم میخوایم برم در یوتیوب کار کنم، چون که ما او زمان یکی ما خیلی برنامه جور کنم و عالی بای 24 25 کشونیم اینا اصلا ما فکرش نمیکردم. فکر میکردم که چون ما خیلی نه ارچ کوشش منم در سلمانی و خیاطی و نقاشی اینا ما نمیتونم پول در بیارم، میخوایم در یوتیوب برم امی خرج مصارف خود خود حداقل بر کنم. گفتم تو اجازه میدی؟ لالیم گفت که جان لالای، گفت هر کاری که دلت کنم فقط در حدی که بقیه دکتران آذر مونه. گفت از او زیادتر نباشه که دکتران آذر نکنه. گفت تا حدی کنم که دیگه دکتران آذر اونمو کار کنه. بعد ما گفتم کل دکترا یوتیوبر. گفتم یوتیوب یک چیزی طبیعیه دیگه، کل کسا سایمونه. بعد وضعیت اقتصادی من خوب شد، چون که ما مریضیم میتونم خودم تداوی کنم، زندگیرم جور کنم، دیستیم پیش کس دراز نباشه اینا. بعد گفت برو کار کو. گفت ما سر تو باور دارم و ما همیشه پشتیبان هستم. و این گپ تا امروز را و خیلی وقتا شده که ما از خاطر یوتیوب از خاطر کامنت های بد گریه کردم. وقتی مورم قد برار گپ میزنم برار میگه تو پشت هدفهای خود بگردو. میگه تو چیز که ما تو روز اول نگفتم این چیزا یک چیز طبیعی باشه بخشی تو، چون که تو انتخاب کردی در یوتیوب برو. گفت باز از اونا خیلی انرژی میگیرم، از برار خو از خوار خو واقعا انرژی میگیرم. ولی تا هنوزم هستم متاسفانه که خیلی یوتیوب را بد میدنه فامیلیم، نه که بقیه فامیلیم که ما قبول دارم، فامیلی که ما اصلا قبولید ندارم. که از جمله یک برار دارم که بعد که آدم برار خیلی گپی بد بزنه نه از خود آدمه. ولی دیگه بعضی برارا هست که واقعا براردرگی خرم نمیفهمه. وقتی تو کلانی 50 سال از مگد کلان تری تو کلانی خرم نمیفهمی، افکارس که ما ریزه ما خو بی عقلیم، ما خو عقل از ما در حد یستون نرسیده، خو ما نمیفهمم. نه تا هنوز هم هست براریم که او براره که ما اصلا برار قبول ندارم، که میگه اره ای رفته خود در یوتیوب لود کده و رقص مونه و پولش را دیگه برارای مثلا مخره، یعنی اینت برداشت از یوتیوب داره که در قد از او اصلا ما 14 سال شده در ارتباط نیستم، اصلا ما او برار قبول ندارم. خیلی گپایش میشنوم، خیلی داومیزنه، خیلی گپای بچ میشنوم، خیلی توهینایش میشنوم. ولی برعکس با دودن برار خیلی خوب دارم، خیلی نازنین دارم که اصلا جانی من جیگری من واقعا خوارای خیلی خوب دارم که همیشه ما رو میگه آقای میگه فقط تلاش کن. میگه ما نمیگیم تلاش کن میگه پول در بیرو، تلاش کن میگه دل مردم را در دست بیرو، تلاش کن تو مردم دوست داشته، تلاش کن محبوب باشی. مشهور کلگی شده میدونه، متوجه در فرهنگ از ما میدوزدو خیلی زود مشهور نه لارم دقیقا میگه برام میزنم میگه تو اگر بخوای مشهور شونی برو داودی. میگه ولی تو نمیخوای مشهور شونی، تو محبوب شو. میگه در دل هموطنا خود جای کو، تو واقعا میگه موی استعداد داره برو کار کن. میگه درباره گپای منفی کس میگه فکر نکن. و این گپا باعث میشه که ما علمی 24 25 که فالوور و 57 که فالوور در تیک تاک و 11 که فالوور در فیسبوک و اینا کلی دارایی من کلی هموطنا واقعا ثروت آدم فقط پول شده نمیتونه. متوجهی؟ دقیقا. نه و خداییش هم همین جمع که اکثریت که فهمیده که ما خوار فیضیم و همیشه میگه توجه چطوره فیض حالی چطوره توجه چطوره، یعنی تو خیلی خوش داره مردم ها اینجا. هر کس که مثلا فهمیده که ما تو از یک راهی یک دیگه خیلی میشناسی و در ارتباطی همیشه است. امروز هم در میمانی که پرسان کنم اولین کاری که یک خاطر بیچاره ما بخیم از قومی هستش و دیدون مسترطاق کنه همیشه میگه که تمام چطوره خوبه دیخ نشته یه تروتر دیگه میگه فایز شروعش کردم میگه کار شروع کرده. بعد از ما نمبرش ندارم مگه نه بعد زنگ زدم گفتم که قسطالا خورده مفقا خورده خو کردی آل گروه که کار موری آرفیقان تو برش دتابال مزه خارج جوش نگدی. باز چرا خودم کندم کرد که تصرف از ما امید بلده برار برسونم که خاری انتخابکاری زورکاری کار زحمت نمیخواد دیگه مفت نیه. تمام خیلی قصه خوب کردی. خب منتها ما برنامه دیگر رقم میخواستم کنم. تو فهمیدی؟ نه ما میخواستم که تو خیلی اذیت کنم امروز. چرا اذیت؟ این چادر قصه کنم خانه قصه کنم بور یک دنه گردن من که چاو اینجا اشتم کدم بعد از این بارم گردن من که طرف استجبه شم نه شوخی منی خدا برستا
از آن میدم ما سازمان اذیت میدم خدا کات کنم اونجایش که دا کوی گدو اذیت نره خواه بعد از این پلان همی بود که دفعه نیش رو بیرم خواه ولی قصای تزبست ایتر خوب شده دیل آدم میشه دیگه جرکم نشد که اذیت کنم تره باور کردم ولی ویدیو گفتم که شروع کنم که ما میای میرقم گوشواره ندارم شد چه در تا گفتم تا که گپ شروع کنیم ما تر اذیت کنم تا گفتم حوصله رو نشان بدیم بلده دوستا که چه قصه بازم تا همین حد را واقعا خیلی خوب ما خیلی کفا دیدم خودم اصلا آره ده این فکریم که ما چیز خیلی گفتم وقتی که تو میخواستی بوری بدل کنی اینا کنی اما دیونگی های تو که آهنگ نیما طرف سند را کنم شوخی منی بس نمیلم خبری ما بخواستم که راست بگی خدا چطور بود؟ نه ما یک رقم خوب قصه کردی دیگه بخم پرنگی میادم رفت نه؟ قم سریس قصه خوب خیلی بوری سر باشی روی سر از نو نه تینک خیلی خوب شما که از دیدم بود ما ایران من دوباره مگیم نشد ما لاتی خیلی لود کنم که شاید راحت شونه دا گور اگر داوام بخورم ما داو بخورم با خدا مگیم خیر انگه بیا ما لاتی خیلی لود کنم ما ایران من تو چه یه ترنیه یا ما هیچ گوت کار خاصم ندارم همیشه این میکالای گنده من لاتی گنده من دیگه ما گفتم میاد گوشواره گوش کنم کالاش بدل کنم چادر میتره خلاصه اون وایش گفتم خیلی اذیت کنم ولی جور کم نشد از یک تر خوش ترم از یک گفتم زیاد سر اعصاب تو نرم میفهمی و خوب چقدر خوب قصه نقل تو خیلی زیبایه فقط آدم میگه بیش نقل سر گوش کنی همین قصر تو اداره قصه میکنی ما داره فهمی همین جده برنامه تو قصه میکنی ما داره گوش میکنی داره لذت میبردم نه منتها دمی وقتی لذت یک دفعه یادم من ناست چیز کاری تو قرار بود که تو دارم گوش که داره این همزو خاطر کتون باش بده بگیم گوش نمیشه بخاطر که تو خیلی خوب قصه نبرم را گفتم ما پرسانه نه که تو خدای رقم خیر بیا سر دارم میگیری نه تنگ خود خیر بسر آخر برنامه بسردیم پیرامت خود دیگه قصه کن دیگه از این بعد اردیم هم قصه های ما سوال نم تو جواب بدید تیر از پرنگ ماره بخاطر که نمیخوام تو را زیاد کنم خیلی بدی خبری گفتم یکم برنامه متفاوت ترش نمیخوام صبر تو رو بدید دوستانشان بدیم که آفرین اوسلیت باور که ما را اگه میتر کس کردم ما برو دیگه بگیم تو دیر تو در برنامه گرفتو نیه اول تو میشه ما اولا میگه که دیروز گفتم که از گستوبا تا شاور ما منتظر شدم خب بعد تو که گفتی امروز نمیشه خب امروز گستوبا آماده شدم گروه خانه خورای برایم کلگیش یک جایه زنگ زد گفتم شما زنگ نزنید امروز ما قدمت برنامه دارم شما به پیشین گپ بزنید چون که ما روزانه خیلی زیاد فامیل در ارتباطیم از اون کدوم میشه شیخ ششتم که باشه که فی کالای جور کنه ای لافتیخ جور کنه در دیل خو میگیم یک دونه ایمیل بخشیم هم ده که در 3 روز ما باید اون کلگیش جواب بدیم ما قد است در ایمیل گپ بزنیم ولی فکر یک جای دیگه خبری در فکر ازیم که برم ایمیل جواب بدیم خیلی کارهای دیگه است اینا رو انجام بدیم در این مسیج ما اگر متوجه باش ما در اینجا سایمونم تو دمی اول برای تاک زنگ زدم گفتم ما چرا که من چرا رفتد سر کار امروز کارشون نان نبردد بازور برددم بلدش نان تا رفت نان گفتم رسند مامادم کمک دیش تا گفتم رئیسنم باز اول که زنگ تو ما چیز گفتی یک گپ جالب گفتی امور بگی گفتم 8 سال مار سازمان منتظرشته 3 روز تو مار منتظرشته 3 روز یا 2 روز 2 روز دوستان دیروز ما چیز داشتم نه در کلاس داشتم درس داشتم امروز هم که متاسفانه قضاوستو مرتکب نان را برده از پشت رو بردم وقت شد دیگه اینالی دیگه واقعا دیگه قصه شیرین خدامه میدی خیلی چیز بودیم صبور بودی حوصله داشتی ات پیشنه تروش نشد نه حوصله ایده کمک اصلا خراب شد تصویر از من چون مو اینترنت از مو یک ذره بهتره میگم شاید تصویر از من کمک جلو ما چیز کار کنم لاتی خلوت کنم چیز کار کنم که اگر دوام بخورم خیر ما بخورم تو چه رقم نیست ما میگم من ندارم میگم چه قید دیگه معلوم نمیشه نه تو صبر کن ما گردوان کنم گوشواره ما میگیم ای میدن کنار دارم دیگه ندارم نه تو باشه که ما گوشوار ایران من دو بیچ که ایت نقد از ما باشه ما نشد ما پود کنم خود چیز کار کنم خیلی باری با خدا نکنه قبل جایش واقعا قصد لطفا
نه این ویدیو ملده دوستا یک پیام خیلی خوب داشتم گفتی که حساب خرابش نشد. ايش چی فکر کردی که مثلا ما تو رو گفتم نه بدون که تو چه اعتماد به نفس امروز کم شده، چه قضیه گیر میدی که تو خوب شدی ما نشدم. گفتم یا خدا، گفتم تو خوب شی به خدا، تو معلوم میشی، نوربان معلوم میشی. نه صبر کن، من ایت کنم ذهنی میره قمیمت کی تو چیز کده امروز. یگانه وقت هست که آدم میتونه میشه دکتر خصوصا که ما اعتماد به نفسش کم باشه نه حیران من دو چیز کده چه رقم نه این ویدیو از ما یک پوینت خیلی مثبت هم در بالای بیننده خو جان دانس ماست میلم دیگه وش دیگه ما میخوایم پشت صحنه چهره واقعی درم در دوستان نشان بدیم دیگه. خب ما گفتم چیزی که کامرا که داخل کردی گفتم که بود هر چیزی که پر شد میلم دیگه به ایدیدم تو مستقیم مورم دوستا میگه این بیچاره از بس دیرش داده اندونزی من ده اکتا دیو نشته ولی ما خدایی میده هم هستم با خدا هرچی مشکلاتم باید ما کوششم کنترل کنم و خود خوش نگاه منم و خصوصا در برنامه حتی اگر گریه که درشون بالشونم روی برنامه باید من خنده منم چون خیلی نفرایی که آدم روش مونه واقعا انرژی میگیره. اگر آدم بد باشه یا دیق باشه انرژی منفی میگیره، خوب نیه نه. یک چیز دیگه یک پوینت خیلی مثبت داره این ویدیو امروز از ما. خب او پوینت مثبت دیگه که آدم هیچ وقت کوشش نکنه مثل یک نفر دیگه باشه، خود آدم باشه. مگه کپی کسی نه اورجینال از خود خوب باشه نه. ما رقم مثلا مویایم میرقم ما اگر میرقم مویایم مثلا ما از خودی من نمیتونم از طولشونم. ما اگر گوشواره گوش کنم من از طول نمیشم. هر کس خودشه دیگه. هر کس مثلا خودش زیباه، نه هر کس مثل خود خوب باشه زیباه. از کار خدا کلگی دیفرنت خلق کده، مختلف فرق کده. اگر کلگی مثل تمنجولیم بود دیگه یا تا کلگی از من بود کلگی یک قیافه میداشت نه. اما زود دیگه ام قیافه هر چیز از مو فرق نه که آر کدام از مو یک ویژگی خاصیت یک چیز از خود خورده دیگه نه. اما دیگه ما یک پوینت مثبت میبنده دوستا که مور بیننده هیچ وقت کوشش نکنیم که خود تغییر مقایسه سعی کنیم ما میاره به طور رقم رونیکا وارستی دوستایی که رونیکا رو نمیشناسه دختر شیه من خود رونیکا وارستی موی خی رقم کده خب مفهمی ما تو خوب چیز تو نمیشه ما لازم از باید پاس کنیم اینطوری ما عادت ندارم که موی میره تو دقیقش نیم ما بسا جمع کنم باید جای من جمع باشه راحت حس منم پیش کم خب دوستای گوش کن این پوینت مثبت اینا سعی کن سر امروز ویدیو سعی کن مفهمید که ما چه قسم هیچ بد معلوم میشم، چه اعتماد به نفسیم کم معلوم میشه، چه قسم خود درو کم میذارم، چه خود دقیقاً امیر ما درو مفهمید خود درو ما کم زداره مو گوشواره پشت ای چرا مویش تو چرا تو مقبول شدی من تو ایتر شدی نه شاید او اکثر ویدیوی قشکلا قد آرزو گرفتم اکثر دکومنت نشته داد که یک نفر نشته داد که ناز آرایش نکرده به آرایش هم در پیش دوربین چهره اصلیش نه اعتماد به نفس یک دختر نشان میگه در نظر از من عالی مقبولی خب بعد جرگی از ما چیز داره در دیگه رو رسن نمیرسن نه خب کورس ما این رقم است ما خیلی هم راضیم خیلی خوش بود چیزی که اضافه دارم اونمو اعتماد به نفس خب مفهمیناست دنیا خیلی بد شده. اول میگه که تیک تاک خیلی بد شده، اسنپ چت چی بلایه خیلی بد شده، کلی زیاد فیلتر هم داره. یک دو من وسایل آرایش قبلا رواج نبود ولی کلی آرایش رواج شده و اینا کلی فیک چیزه خبری اینا که آرایش مونیم یا فیلتر استفاده مونیم یک چیز است که این خیلی یک بد چیزه در نظر از من. خیلی خوبه که تو چهره واقعی خوبای خود رو نشان میدی. در نظر از من تو دقیقه از دو گپانش جگر خیره همی هر چی که اورجینال تر باشه هر چی که ساده تر باشه متنوع‌تر تو ما روش دیگه ما میشه پیش کامرا می تو به میکاپ به آرایش به فیشن به دیگه میم نه باور که ما خود میرقم دوست دارم ما خود میرقم به نظر از من زیباست و هر کس باید این احساس داشته باشه دیگه او اعتماد به نفس که به نظر از من آدم مقبول نه تمام از این که مثلا درآمد تو از یوتیوب مثلا خوب شده بعد از اینکه چیز که شما تو فامیل خام حمایت من یا نه حمایت مالی آره خدا را شکر چرا که در افغانستان چه خرابه نه خیلی دوستان مفهمه که واقعا افغانستان شرایط خرابه و یکی در نظر من آدم اگر تلاش مونه کار مونه درآمد خوب داره نظر از من رقمی خیلی کسا میگه که نه خوب نیه ولی نظر از من رقمی اگر تو مثلا ما یک نفر آدمیم اگر ما بخوایم زندگی خود را بچینیم
حتی اگر ما ازدواج کنم زندگی میچله، مثلا اگر برم زیر نظر آیم شونم ما 1 میلیون ماهانه بده زندگی میچله، زیر نظر خیلی ارگانایزیشن هست که ما 1 میلیون میدیم ما قرار مفت مخروم خوامونم، ولی آدم بلی خود زندگی نمونه، تلاش کنه که در کناری از خود آدم فامیل آدم هم خوش باشه، خوار برار آدم. اگر که پدر مادر باشه که او بیخی دیگه او خود آدم دبلی چشمای خو نگاه مونه، متاسفانه خدا مقدر چانس مار نداده که پدر مادریم امو خوبی و لحظه خوبی و خوشی از مراوش کنه و خواربرار مزناسته. خیلی وقتا هرچی از دیستیم مایه کمک مونم، مثلا هر قدر که در آمدم دروم نیست مونم قدی خوار خو قد برار خو و این کار ما رو به نهایت انرژی میده. خب از تو نظر آیم است یا نه؟ مثلا پولی هم دریافت مونی یا مکردی در سابق یا نه؟ قبلا نره 3 سال زیر نظرش بودم، ولی متاسفانه خیلی محدودیت ها بود. اولا میگم برو رفتن نمیتونستیم، دومی که قدی اجدادنا دخترای سومالی یک جای بودیم، در یک در خانه بودیم و هم تقیم زمانایی بوده که ما هم درس میخواندم، هم کار میکردم، هم جیم رفتم، هم مشکل گرده داشتم و همچنان هم تقیم یک نفری 80 ساله بود و خیلی مریض بود بیچاره. چند نفر رفتم ریکوست دادم، گفتم ما چون درس میخوانم و کارمونم خیلی بلگم سخته که ما هم تقیم یک آدم مریض باشه، چون ما شاو روزانه که میخواد زحمت میکشیدم، شاو میمدم و بیچاره پایش درد میکرد، ما بالم شدم پای از اون لقا میکردم، پیر بود، زیاد پیر بود، باز پای ما لقا میکردم. ولی یک زمانی شد که ما خود میاد فراموشی باکی دادم، نمیتونستم درس بخوانم، نمیتونستم مکتب برم، نمیتونستم خیلی کارا نمیتونستم چون بیخواب بودم. نه بعد خیلی درخواست دادم، دیدم که قبول نمیشه، از اونجا بور شدم دیگه. بعد از اون دیگه نه، در نظر هیچ ارگانایزیشن نیستم، تنهاییم، کارمونم خودیم. بخوای که تو در مثل میگه ما تو رو مهمان کدوم نه، تو هم بخوای یک آدم خیلی مشهور را که دوست داره، یا جمله هنرمند، هنر پیشه، یا تو آدم مشهور که بخوای در برنامه مهمان کنی، کیه؟ یوتیوبر؟ یا یوتیوبر یا هنرمند، یا مثلا یک نفر باشه که مشهور باشه و تو دوستش داشتی که یک دفعه چه ویدیو داشتی، کیه؟ ما کلی یوتیوبرها را، کلی هنرمندان خوش دارم، کلگیش واقعا قوم، کلگیش افتخاری آدمه، ولی همونطور یک آدمی که ما بگیم مخصوص امی باشه در نظر من ذهنیم نمیه او رقم، ولی ما کلش خوش دارم قد کلش برنامه داشتم، کلش عزیزای من واقعا. نه مثلا یک نفر که میاد مثلا تو بگی میاد نمیشه نام بگیری و مو نفر همین نمبر تا چیز بدیه بگه که تمام بیا آماده که ویدیو بگیرم، امون رقم نفر داره خوش دارم، یک دانه هنرمند واقعا خوش دارم، یوتیوبر نیه ولی هنرمنده، آهنگای بسیار خوب میخونه و ما همیشه آهنگایش گوش میدم، آهنگایش واقعا آدم رو آرامش میده، که در استرالیا زیا ساحل خیلی خوش. و اگرم که بخوایم، اگرم که خوش دیشتشم یک نفر در برنامه ما باشه، خوش دارم امو باشه. انشالله که ویدیو تو خینه و از خاطر که ما تمام خوش دارم. ولی ما نگفتم تا هنوز فهمی انشالله ما زیاد خوش میشم، کل تمام خوش دارم. ما بخاطر که تمام خوش دارم و تمام زیا ساحل خوش دارم. ما از زیا ساحل اگه کسی میشناسه ویدیو از مورا زیا ساحل شما داشته یا خوش دارم، خلاصه یکی یک رقم اور میشناسه، همسایش یا در گوجای وش کردین، قومیش روش کردین، خواهش نم که نمبرش را در تایمزیش چیز بلین که میخوایم که امورا بلده تمام توفیق بدیم. باز خود خودن و بچه داره، باز دیگه مردم ها میگره، اما بهتره که در فیسبوکیم داره، در فیسبوکیم مسیج کنه بگه بیا برنامه بگیری. باز خودم یک مسیج کنم، یک ترای مونم خیره، باز قد همتنا مونیم. خوزه انشالله. آره ما بسیار آهنگای خوب میخوانه، از وقتی که از افغانستان بودم آهنگایش گوش میکردم دیگه. امینم یک مطلع آهنگ کم زمزمه میتونی که ما بفهم که زیا ساحل ما تبال فکر نکنم شنیدم یا شنیدم آهنگایش را یادم نمیاد دیگه. هرچیان خود نزیاد ما همیشه گوش منو، ولی اینا زیادم رفته. یک دانه بلدی بامیان خوانده، بامیانی دوری دور، یک دانه دیگه باش ما میشه کمکش بلیک نکن. کدام است زیا ساحل که علاقمندش توی؟ همینجا چند داشته خودیم دونم چطور نمینیخشی تو کلام هنرمنده خیلی. البته حالی فعالیت زیاد متاسفانه. کل هنرمندای استرالیا در نظر ما کلشون در کاشیکاری مصروفی، نه گل روی دخواه باید آهنگ بخوانین. همینجی که باید خوش کنم باشه بزید
مامی؟ افشین شدی؟ آره نمی کدام آهنگش خوش داره؟ یک دانه بامیانی دوری دور کل آهنگاش البته هم صدایش آرام بخشه صدایش خوب شیه دیگه کلی هنرمندا مثل داوود سرخوش که واقعا شعرهایش که عالیه ولی صدایش خوش آدم هنرمندانه باز بقیه از این خیلی هموطنای جدید است واقعا قوما خیلی هنرمند زیاد شده ماشاءالله دیگه اونای مرتضی خیلی خوب میخوانه مرتضی غریب نواز مرتضی همتی و محمد چی نام داره باش لالای گفت خلاصا نامش زیاد میرفت صفحه کلگیش میشونم کلگیش رو مینخشم کلگیش آهنگایش میگوشم کلگیش رو خوش دارم آهنگایش میاد رفت نامش هر کس که دستالی هم است اگر ویشنی برنامه تمنجو برنامه تمنجو یکی از سرسخت یکی از طرفداران سرسختیه پلیز بیا دق تمنجو آره انشالله اگر قسمت باشه خب اگر فکر کنه اگر استرالیا باید قدر خوش میشه یا نیوزلند یا چیز کانادا یا آمریکا یا دست فرق نه نیوزلند اگر برم که خوبه ولی نمورم استرالیا که خیلی خوبه چون قوما زیاده خیلی زیاده نه شناخته خیلی زیاده ولی نه فرق من هر کجا باشه فقط آرام باشم خلاص دیگه کل چی یک قبل در ویدیو در وسط های ویدیو گفتیم تو مدار خوشی خواستگار ولی گفت خفایز از تو خواستگاری یا گفت نه دیگه تو گفتی خوشی کده چیز نداره یعنی تا واقعا دنزی باوری چیز گفتی همون جمله میشه تکرار کنی گفتی خیلی خوشحالی خیلی زیاد خوشحالی در نظرم که گفت خواستگار پیدا کردی گفتم خواستگار پیدا کردی خوشحالی نیست تباییه علی ما نظر شخصی خودیم ما همیشه میگیم از ما نظر شخصی خودیم ما متاسفانه خیلی مردم در یوتیوب که اصلا صفحه یوتیوب شما خود جای شما در قلب از میولی در تیک تاک خیلی داو میزنن که اره یا کس نمیگره یا پیر شدن کس نمیگرن یا این طرح و طرح اتداو میزنن یک رقم خو اره ای گفته که شوی خوب نیه دا عقوبت چی تو چیز کار نیده شوی ضرورت داری کورس شوی خوبه شوی خیلی خوبه شوی داشتن یک نعمت خیلی بزرگه ولی دمی سر روز امو نفری که تو بشناسی و خوب ابتر از دیل تو باشه و اردیش یک رقم خوی دیشتشین اونمو پیدا کنش خیلی سخته و اعتبار کدو من خودم شخصا حوصله زیر ندارم که اونو دخترای شوی کنه که از اول تا آخر فقط آرامیش اتفاقی در زندگیش نیفتیده مثلا فقط شیشته کوکی در آخرم یک کمک درس خوانده را مور شوی مونه و ما یکی این همه مهاجرت تیر کدوم تنهایی تیر کدوم بی سرنوشتی تیر کدوم مریضی تیر کدوم خیلی اتفاقای بد در زندگی مفتیده ما نمیتونیم دیگه پشت یک نفر بگردم که قد دختر فلانی نره یک قد دختر فلانی چت نکنه تلفن ندی کی زنگ ای فلان کرد قد مردم نره دوست دختر ردش شه خاتون دوم نگره ما نمیتونم می حوصله ندارم این نظر شخصی خود مداو نردین لطفا اینو ما حوصله ندارم از پشت یک شوی بگردم که اورختای دی باشم که کس امیر از من نگره دنیا خیلی بد شده است بسیار دنیا بد شده باورتون میشه من حوصله دور ندارم همین ترجیح میدیم خودیم تا نانی تر خوش کردم مخم خدای شکر منم خودیم خوشیم فامیلم خوشه همین سایه هم پیشی دروم اولاد دروم دیگه میاد دیگه فرزندی گرفتم کلی چیز من همین رقم دارم اما نمیتونم حوصله نمیکشه پشت یک نفر بگردم که تو قد دخترم سایه نرو ما اعتبار نمیتونم بر کس نمیفهمم که مرد فرق نه فکر کل مرد کوی رقم نیه آره دقیقاً خب میگم این نظر شخصی ما اونم هرچی که خوبم امیالی تو مثلا شوی درینه تلفن چرچه یک منی 100% نگران از است که یمی قدگو کس چت نکنه قدگو کس نره قدگو کس از کم شد یقل قدگو کس چت نکنه تو سر خود سنگ زدی چطور ما دیگه مستم این چی کم دادی ما مفهم نگران هستی یعنی کلی زنهای نمی رقم ولی تو اینمی حوصله درینه ما ندارم نه او قدام جیات است تو یک دفعه شما نه یک گپ دوستا اندونزیا رفتدی فایز قدی منوچه رفتد مساج خانه باز از این کم داد چیز کار شده گفتم تو دختر مساج که دیوانم نگرانم زی بودم دیگه ما
ما کم گرفتد که بوگی کی تو ماساژ کرده فایز قسم میده که بوگی رو دختر دیستی دختر دادی خورده یعنی ما مخص نمیتونیم مثلا فکر کنم شوی کنم ماساژ خانه بر ای دختر ماساژ نکنم یا حوصله‌اش نمونده وقتا نمیتونم برم از اون دارم پسیخ تشویشنم بلدی خود تشویشنم خب صحیح دیگه نمیخوایم وقت استورم زیادتر بیرون تشکر از اینکه آمدید ویدیو قدیما ویدیو گرفتی امیدوارم که خفه نشدی که اذیت کردم دیگه برای دوستا اگر کدام گفتنی داشته بگید دیگه ویدیو خاتمه میدم کلی هموطنا فقط خوش باشه امیدوارم که هیچ عزیزی روی بستر مریضی نباشه کلی عزیزا خاطرش جمع باشه زندگیش یمیت خوب شد طبق دلش باشد بلده کسایی که در اندونزیا برمنده حتما دعا کنین عزیزای ما درسته ما خودخورانی شو میدیم پیش کامرا که ما شادی ما خنده منوم ولی کلی هموطنای رقم نیه و خیلی عزیزات پیش سازمان خواه در لب سرک خواه و بسیار اتفاقای بد در اندونزیا مفته که بخشش دعا کنین حتما کسایی که در بقیه کشور هست قدر آزادی و آرامیش و فامیل خوره بفامین دخترایی که تنایه مواظب صحت خوب باشین خودون خوره خوش نگاه کن دنیا دا آخر نرسیده و همه چیز خوب میشه هیچ چیز در این حالت نمونده کل چیز خوب میشه خود دوستا دیگه از زیادتر وقت رو نمیگیریم خدا یار نگهدار شیم یادشون نره که لایک کن وقتی همگی خوش